دوستان عزیز ما سفر داریم به جمهوری ازبکستان. نوارهای جالبی ما را تماشا کنید از جمهوری ازبکستان. نوارهای ما را تماشا کنید، حلاوت برید. همسایه؟ های مهمون تا نشناختم. با فکر چقدر آدمی نزدیک هیدا. این همسایه از ما بگم تا این مهمون ما جورا همه پدر همه مهمون ما قطعی اکای ما ده روز دپورت کردگی بدن شد در روسیه. 10 روز دامج محکم کردگی بدن بعد دپورت. نه ما تو را فهمیدم موقع مهمون یه روز میشه 2 روز میشه یه بچه چند قشی دامج ای با مردم چی میگه؟ خیلی هوای همین قنمیوگ میتونم همین قنمیوگ میتونم که خونش برو هیچ نی برو نمیدونم چی تا مهمون شد. تو مرا فهم همسایه جون نگو این قطع تماشاش هم مجبور بردیش شید فهمیدم همسایه ما گپ تا فهمیدم حوزه همین یک بالو کرده یا نمیوگ داده همین روی میکنه وقت کوری زور میکنه همسایه جون خب تمام شید که مرا فایرو داره مهمون فایرو داره خب برو ما اینا اومدم خب ما ترش نمیکنم همسایه جون من خب براری کور تسر رویش کیو مهمون جان کچخه باور کاکی دیسو جون یه رحمت خشامدی بهترین همه جا معقول شید داخل مرا خانه ما معقول شید داخل که خانه ما معقول شید شما دا گابنس شما دا گابنس سلامت باشه راستی گپ بکم اگه شما 2 روزه گفته من مهمان شکر خدا یک 32 روز شید در همینجا مهمان خانه مهمان یه روز بود 2 روز بود باور کاکی دیسو جون رحمت بروی مهمانداری بروی قدردانی بروی نان و نمک باور کن این زفترک ده بلینچیک سمیتانه تخ بیرون کلباسا چی نموده است همین چیزای خوراکای سحری ده ویتامین دار اصل و این بوم این چهارمغز مویز و بادام ای رحمت با عبید نگو عبید آش و گوش بیرون این باور کن اوجینده بگو اگه بیا با گاو نزنم باور کن ای همین زمین تو آسمانه هشمو مینداره سلامت خیلی مهمون اکشمو مهمون هم گفتن یه روز 2 روز شکر خدا 32 روز شد خانه ما دا ایران ما دا کم ترک برای هوای ما یه چیز کم تر ذکر شدم مهمون جان امروز فکر کردم گفتم که اکی خیلی نمیشه دیدم که شما خودتون خیلی کم عقل کردسه گفتم که انا که شما که دایجه خیلی شکر خدا 32 روز شد خانه ما دا مهمون گفتم حال احوال فرزندو چه باشه ینگه چه باشه زن فرزندتون خاطر نمیشیده باشه برای هوای گفتم همین ما شما دا انا رحمت دلشون جون اکای دلشون جون انا رحمت سلامت باشه رحمت که همه خاطرسان کردین غمی ما رو خدیزن فرزندم خوردن این میخرن هزار رحمت انا من رفتم سلامت اکا گجو او برام زن گودکام بیارو سلام علیکم دوستان عزیز کدام میده که بلیت ارزان در کره مرحمت و کمپین شاهنوزه زنگ زنید نگفتن ما بلیتو به نهایت ارزانه کدامی که لازم باشد مرحمت به همین رقم زنگ زنید